اکی قماندان در کار اکی مولا نظر گیر خور و از پگاهی هیچ چیز نخورده ای گپ زن گرفته خوره خب در اینجا در بالای بام یک پنجاه دارند در حولی باشه 4-5 автоматик دارند در سر کوچه چی؟ 5 پنجاه دارند عموما در قشلاق چند نفره؟ 20-25 تا دوام که گپ در کجا؟ تو خبر دادی ها؟ تو میکشمت 14 رانت میکنم 14 ایران بس اجازت هست پالکونیک مولا نزار پیوست کن الو 1 دقیقه
ملیکا سلام چی حال داری؟ الو چی گپ شد؟ گپ زن آخی؟ پدرم رو برزو کشت. برزو؟ بارون نخواد موش سفیدان رو هم به قتل رساند. ملیکا قصاص میگیریم قصاص. کاش که در وقتش به او یاری نمیدادم. اونای بازو درگیجه شنیدی پادانا اونای بازو درگیجه شنیدم لیکن من خونی برزو رو نمیدونم وای از انگریزه چی کاره ای؟ معلمی؟ نه نه در اداره جماعت کار میکنی و خانه برزو را نمیدونی. شاید میگویی که وی را نمیشناسم. دروغ میگویی. نمیگویی. برو با خونه برزو میبری یا نمیدونی؟ میدونم. تیز نموشین ای کنی وای خونه اگر گرختی زنده نمیمونم تاکی زمین دروی میو فهمیدی؟ رفتیم برزو اتو میکن برزو چی گپ شد صادق خان؟ چی با سر رود پریخونه؟ بین انا بین به من چی کردن؟ گوشما بریده به دستم دادن ای برای تو خانه برزو را نشان ته گفتون کی؟ بچه های سیدی چوپان خونخورا خونمستا تو را میکوبن گریز چلساز نشو برزو گریز فهمیدم صادق خان فهمیدم کاش که همان وقت به جهنم میرفت خارجانی عزیز من و شما حالا در مبارزه هستیم. میدونم
Я кушать хочу. Потерпи немного. Ну такая хрень. Какую державу пропили в Беловежской пуще. Oysa dod voynak hamadan merasakle. در جانم زده حاضر ای احمق تیز جون دای توریکی گورتا نمیوی ما به حال خودم دیلم نمیسوزه جان دیلم به تقدیر ملکه میسوزه آخر وای چی گناه داشت چی که گناه نداشت گفته جانی ما میبروری چی تو پرسنده درونی گوری ما هیچ که نمیترسم چیزی که بخواهم میکنم فهمیدی راستش گویه با جنازه مادرش اومدن ملکه را خدیرالی به شما خبر داد گورتکو ایقا به خدیرالی نچسب با تو معلم دیرکتری مکتب چی طلبای همین خیلی تربیه میکنی همین خدیرالی شما را هم به گور میبره خانه تو نمیسوزه بسیار به خدیرالی نچسب اگر وای خبر نمیدود که ملکه قنچق دوشنبه به خونه شون اومده است ای علم یک عمر در دل من میموند
خدای برزو سوزد مرا ساخر کن مرا ساخر کن من چی گناه دارم یا خدا من Düşler satayım Rayarzu! Ne barzoy nomar! Nomar düşler satayım! Nomar! Ne buda? Labbay. Hozir. Malika Sodirxon. Alo. Sodirxon. سلام علیکا. مادرم درست پیش وفات کردن. من نوکک از دوشنبه اومدم. روی گرمش رو ندیدم. در خانه استاد اسراری زندگی میکردم. صادرخان دهانو تینج است. خدا زده است این آدم. یک شورانگیزی خبرکش. گاه طرف حکومتی می شود و گاه طرف برزو و باز کدام طرف های دیگر. خدا داده است به این مندق کثافت. کدام دسته سلاح داری بدیه درآید. راهنما در وقتش کگبه بود. گوشی خر می جنبید خبر می بود. خانه مولای ایشان ها رو سوخته بود. امروز وی باز طرف آنها بالا گذر شده است. از زور آمد بودگیست. خودی من هم در پیش وی دو قد و سی قد می شوم. می ترسم که در باره من و بچه من معلومات ندهد. همین خانه ساخته هیدرعلی صادرخان در جماعت کار میکند گفته خبر دادگیست. شیطان شکن نامت بد نکن آدمو از خاطر نمیبرورن برای ترساندن ما آمده پن میخونه دیر شید نمیدونه که دختر وی چکو کرد در همین شوی خشه کشیده به سری حکومتی ها رفت حکومتی ها را به سری ما آورد یک مزاری دهی ما را مرده گرفت قطار گروه پیدا شدن یک جوانای مردن که به دنیا می ارزیدن یا شما یا نمیدونه کورو کر شدین موایا میبرم خودم به دست خودم زنده به زنده چاکش میکنم چیکار باوای کردن من خودم میدونم دیل ما خنک میکنم کنی وای
کجا شد؟ من در پیش توی نامرد، توی خونخور چیکار میکنی؟ میکشی؟ کش مرا! کش! روزی میشود که تو زیر پای مردم میغلطی، زیر پای مردم رو میلسی. تو رسوای ردی مرکه، رسوای عالم میشوی، با خدا انا میخل میشوی. تو رو دعای بدی پدرم میگیرد، دعای شهیدان میگیرند. مردم میشنوید؟ نامرد است این آدم، نامرد. ده رو خالی دیده ای؟ حکومتی ها میآیند، انا بد میبینیم مردین میدون رو. نادم سرتیز ماشین دبارش کنه. بینه هر یتت و چشم میختان بینه که ما با خبرکشا چیکار میکنیم. حکومتی در چغره ما قدم مونده نمیتونه. سواق گیره ای بیوه دختر. بچه خشلاقی بالایی هم؟ نه که مو شیرو تا نسیار میکنه